الله تعالی میگه توی این کره خاکی گمراه ترین انسان کیه؟ کی میتواند گمراه تر باشد از اون انسانی که یدعو من دون الله، میخواند غیر از خدا. من یک چیزی به شما میگم مسلمان ها، ناراحت نباشید، قرآن خدا را بفهمید، تلاوت قرآن عشق دارید، به معانی قرآن هم متوجه بشید که پردای قیامت با اشتباهی به محضر خدا نرید و اونجا دیگه قسم ها نخوریم که ما نکردیم والله ربنا ما کنا مشرکین. قرآن میگوید، الله میگوید چه کسی گمراه تر است از اون انسانهایی که یدعو من دون الله، فریاد میزنند میخوانند غیر از خدا، غیر از خدا. من به شما میگم فرشتگان خداند یا غیر خداند؟ بگید اگر شک دارید. و فرشتگان جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل خداند یا غیر خداند؟ انبیا نه بگید خداند، بگید اول خداند برای شما را چه فتوای گیر میاد؟ غیر خداند. اولیاء، ملک یعقوب، بی بی دوست، شهسواران خداند یا غیر خداند؟ و اون معبودان هندوها را من نمیدانم نام ببرم. چه کسی گمراه تر است؟ چرا اینقدر دارم فشار میدم؟ بت 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 بت. و عیسایی ها عیسی ابن مریم میخواندن، عیسی ابن مریم بتی بود. ابو جهل ابراهیم خلیل الله را میخواند، بتیه. جبرائیل و میکائیل را میخواند، بتن. و قرآن آمده برای یک قومی، برای بت پرست. اگر کسی خورشید را میخواند، ماه و ستارگان را میخواند، آتش را مثل مجوسی ها پرستش میکند. مجوسی که بت پرستش نکرده آتش پرستش کرده، انوارها را پرستش کرده، پس اونها را هم نگید. آیه عام الهی فتوای ضلالت میدهد. چرا به پیغمبر میزدن که این فتواها را میشنیده و میگفت این محمد نعوذ بالله بیادبه؟ شما حلوا میدید ما را. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له. دیگه اگر اصول عربی را نگاه کنید، من برای ذوی الکول یا برای غیر ذوی الکول، اکثر و بیشتر اونهایی که اهل علمن این حرفها را میفهمند. من لا یستجیب له الی یوم القیامه. چرا جواب نمیدن تا روز قیامت؟ و هم عن دعائهم غافلون.